الله الرحمن الرحیم. امروز شنبه 18 سرطان 1401 مطابق به روز اول عید سعید قربان می باشد. این قربانی را که شما مشاهده می نمایید آن را ایشان به محترم حاجی صاحب صوفی سپردند تا این قربانی را در ولایت هرات ضبط و به خانواده‌های شهدا ایتام و بی سرپرست توزیع نماییم که این کار را ان شاء الله انجام می‌دهیم و از خداوند بزرگ برایشان اجر دارین خواهانیم. تشکر می‌کنم از اینکه برای ما بی وضاحت‌ها در این ایام عید قربان همکاری نمودند. و این قربانی که توزیع کردیم توسط انجمن منار و برادر صافی به ما رسید و در اینجا ذبح شد در مقابل همگی و این گوشت دوباره پس به خانواده هایی که بیوه و فقیر بیچاره هست توزیع کردیم. خداوند متعال قربانی از قبول درگاه خود بگردانه و اجر پاداش دارای نصیبشان بده. السلام علیکم. عطل صدقه مسکین قربانی و ولایت جبریجان با وکالت اطلاع صافی به ما رسید. دوم طبیعت وسپان قیمت آن که 12500 افغانی می شود و ارواح فاطمه محمد علیه السلام برای مستحقین ولایت جبریجان با وکالت اطلاع صافی به ما رسید. اول عید ما در ولایت غزنی قرار داریم. یک دانه گاو کلان را به قیمت 74000 افغانی خرید کرده و ذبح نمودیم و گوشت همین گاو را برای یتیمان، شهدا و مستحقین توزیع نمودیم ان شاء الله. از دربار خداوند عظیم اجر دارین بر از بزرگوارا تمنا داریم و هر کسی که در این راسته یک گام برداشته خداوند اجر عظیم